نام سمرقند باستانی را نه فقط باغ و بوستان‌های دلکشا و آبیده‌های تاریخیش، بلکه فرزندهای فرزانه‌ای که در رشد علم و معرفت و صنعت و فرهنگ جهانی سه مناسب گذاشتند مشهور و معلومتر گرداند. یکی از آنها شوکت احدویچ واحدوف می باشد که در رشد علم‌های فیزیک و متماتیک و ساحه کیهان نوردی خدمت‌های نظررس را انجام داده است. در گذشتن ولی امروز از طرف دولت جمهوری ازبکستان، از طرف اکادمی فن علوم ازبکستان اعتبار داده شد و امروز در انستیتوت یادروفیزیک که چندین سالها همینجا خودشان خدمت کردگی، کارهای علمی کردگی، چندین ده ها 20 شاگردان برآوردگی، دکتر نو کاندید نو پروفسور علما برآوردگی هستند. همینجا به سرپرستی پرزیدنت اکادمی نوک مجلس شده دادن. من اکنون شاگرداشان، دیگر علما، مهمانایی که از دیگر شهرها آمده همینجا اشتراک داشتن، موجود هم خرسند سرم وسون برست. اکنون این نه فقط یک پدر، یک عالم صفتش به هم قطرنگ اعزاز کرده، ما خرسند و دولت هم و حکومت هم و منتظر تشکر که امروز علما قدرش جلوی هم یک طبقه بالا برست. چندی پیش با مناسبت 90 سالگی اکادمیک شوکت احدویچ واحدوف در انستیتوت فیزیک یادرایی اکادمی فنهای ازبکستان انجمن علمی برگزار گردید. در این چاره‌بینی عالمان نامی، شاگردان و پیوندان واحدوف شرکت ورزیدند. بعد از مکتب تمام کرده تاشکند پلیتخنیک انستیتوت آمدم. یکی از صحبت‌ها با یک از درآمد آمده که یکی جدا هم ناس پوشیده و وابکه من به ما شناس کرده. این کس دوست من شوکت واحدوف سمرقند دولت فیزیک فاکولتش و میخواند بوده. صحبت ما بسیار ناز گذشت. دلم با پیدا شد که منم همین کس برای شوام. گفتم آرزو کردم. بعد از ختم مکتب سمگو با فیزیک فاکولتش به در آمدم. شوکت که یک تا اینچه تمام کردگی بدن، یک تا خصلت نغزشون همین بود که هر وقت از تاشکند سمرقند بیان البته فاکولتت به میدر آمدن. خودشان دوستاشان معلماشان یادآور کرده دیدار میدیدیم. همچنین من سال 1963 رکتور مسکو universitetش تشبسش کرده از өлкеهای دور طلبه های نغزه جدا کرده همونها امگو به خواندن دوام دادن. نه براش کمیسیه تشکیل کرده. همون کمیسیه آمد 63 سال بهار با از اونیورسیتم 10 کس جدا کرده. 3 تا فیزیک، 3 تا متماتیک، 2 تا خیمیک، 2 تا بیولوگ. همونا در نشر من هم بودم. ماهای ایون آخرش بود که شوکت که فیزیک با اومدن. اون کس به همین گپا گفتم جدا خرسند شدن و من با مصلحت دادم. علاجش باشد از پنجم کورس که پنجم چهارم تمام کردم. از چهارم یا که سیم کورس خونه. اون کس چون که پروگرام اونیورسیت مسکو ایمون دیگر خیلی بود. مثلا ما با پداگوژیک، پرکتیک میگذاشتیم. اونجا با جای بس 20 کورس هم میخوندم. همین مسئله‌تشون اعتبار گرفتم. شوکت واحدوف در ساحه آموزگاری نیز فعالیت نشان داده است. سال 1983 در دانشگاه دولتی تکنیکی تاشکند کاتدر اسکونه‌سازی کیهانی را تشکیل نموده سالهای زیاد به آن سروری کرد. مسئله مکتب و تعلیم خوانندگان در آینده
هرچی کسب و کار کردن آنها نیز از اعتبار شخصی معرفت دوست دور نماند. بعد از تمام کردن دولت فولین شهر سمرقند، من در اینجا انستیتوت یادرای تاشکند آمده یکم بار با استاد من شوکت احدویچ واحدوف تنش شدم و همین کس بعد از من همین فیزیکا فنش به علمی کار آمد دام کردن براش بسیار مصلحت ها بسیار خدمت کردن و نتیجه این من را در 1972 سال به مسکو رفته همونجا به اسپیرانتورا به داخل شده با مصلحت های با رهبری شوکت احدویچ کارهای علمام را دوام کرده. من حاضر 50 سال که در همین جا انستیتوت یادرا فیزیکاش علمی کارهام دوام کرده ایستادم و امروز من استاد من 90 سالگی تولدشون نشان کرده ایستادیم. من نه فقط من و داملای جدا مول شاگرداشون در این انجمن اشتراک کرده و حاضر خاطره داملا را هم جهتی اسم آورده و باز علمی کارهای به مصلحت کرده ایستادیم. و در زندگی نامی شما حصه استاد خیلی زیاد است؟ خیلی زیاد هستند چون که با مصلحت های این داملا من نه فقط نامزاده فن بعد از چند سال در مسکو دیسرتاسیون حمایه کرده دکتر و از سال 95 سال باز ازبکستان اکادمیکش شده من کارهای علمی را دوام کرده ایستادیم. اکادمیک شوکت واحدوف در محیط ادبی به وایه می رسد و پس از چندین سال چنین محیط تعلیم و تربیه نیز ثمره خود را می دهد. او ایجادات بدیعی سپندی سمرقندی، پسندی سمرقندی و تمهید سمرقندی را می آموزد. غزل، مخمس، رباعی های چنین شاعران را دریافت نموده در شکل کتاب نشر می نماید. در نتیجه کارهای تحقیقاتی او عاید سنتی خطاطی مردم با یک چند تن خطاطان آسیای مرکزی به خصوص سمرقند شناس می شوند. 70-chi yillarni shu boshlarida men Samarqand pedagogika institutida ishlab yurgan vaqtlarimda domla kelar ekanlar. Shu yoshlar bilan suhbat o'tkazar ekanlar degan bir nima bo'ldida bu kishi bilan suhbatlashga birinchi marta o'shanda muvaffaq bo'ldim. Men o'ylagandimki, endi bu kishiga biz shogird tushamiz, ilm haqida gaplashsak kerak, boshqa nimalar haqida gaplashsak kerak. Keldi gaplashyapmiz. Birinchi bergan nimalari, xo'p, siz adabiyotga munosabatingiz qanaqa? She'riyatga munosabatingiz qanaqa? Yo yaxshi, xo'p, g'azal aytib bera olasizmi? Ha, aytib berdik, nima qilib. Musiqaga munosabatingiz qanaqa? Musiqaga ham yaxshi, xo'p, biror bir asbob chala olasizmi? Ha, chala olaman, men rubob chalaman boshqa. Yaxshi. Xo'p, davralarga munosabatingiz qanaqa? Do'stlar davrasi, boshqa nimaga? Aytdim, o'shanda haligi aytdimki, jahonni shodligi yig'ilsa bugun do'stlar diydoridan bo'lolmas, ustun qanday qilib do'stlar davrasi bo'lishi mumkin? Va hokazo shunaqa nima qilgandan keyin bilasizmi, bir og'iz ham hali fan haqida gaplashmadik, boshqa nimalar qilmadik. Oradan ancha vaqtlar o'tdi. O'sha vaqtlar o'tgandan keyin endi munosabatlarimiz shu daraja bo'ldiki, biz faqat ustoz shogird emas, xuddiki bir ota boladek bo'lib ketdik. Bir o'tirganimizda men so'radimki, "Domla, o'sha birinchi uchrashganimizda siz mendan ilm haqida gapirmadingiz, boshqa nima qilmadingiz? Faqat insoniy munosabatlar haqida gaplashdik." desam, "Zotlar bilasanmi? Ilmni o'rgatish mumkin. Ilmga har qanday kishini ham o'rgatish mumkin, ozgina harakati bo'lsa. Lekin insonni inson sifatida tarbiyalash qiyin masala bo'ladi. Shuning uchun men shogirdlarni tanlashda birinchi insoniy munosabatlarni nima qilaman. Mana shunday ulug' insoniyatlar insoniylikni yuqori darajasiga qo'yadigan va o'zlari o'sha insoniylikni eng ulug' bir cho'qqisiga erishgan ulug' bir insoniyatlar. Mana shunday bir inson sifatida bizning qalbimizda Shavkat akam abadiy qoladi.
طوری که شاهد شدیم سهم او در رشد علم‌های فیزیک و کیهانشناسی با سزا است. تحت رهبری او 7 نفر دکتر و 26 نفر نامزدهای علم گردیدند. شاگردان بیشماری استاد نام او را با نیکی یاد می کنند. من عمرم با یک دادیم گپشون رویا ببرار بگیم که اون کس میخواستن که از فرزنداشون یکیش پروفسور شدنش در کار گفته. خدا بشکر همون اون کس گفتگی خواستگی و ایشون رویا ببرامد با گفتن من که از این هم خرسند شدگیم که من دخترم اون کس نیوریشان ویم فن دکترش فارماکولوژی فنشون. من خودم حاضر ترمیز با خیروگی کافیدرش مدرش را کار کرده استودیم دادیم. یک عمر همین این فن به خودشون بخشله کردن. مانم از همون کسی تربیتشون گفتگیمون با فکرم مانم تا آخر عمرم همین از برای خلق ازبکستان کار کرده علم فهم به خودم با نمایان میکنیم. همین سالین بزرگ انسان نیوریشان شدن من از برام جدایم کلام فخر. اون کس گفته ما هنم علمدار شدیم. خانم با جدا بزرگ آدما میامداد. کسمان افتا میامداد. سالجان شریف، جنی بیکف، گریچ که جدایم بزرگ انسان کتی من هم صحبت شدگی و یا با من تقلید کردن میشیم و یا برن شدن میشیم. این همین از براشم بابام و من تا همین زمانه رحمت کلام بگم. من از امکام یک تشم پروفسور دیگرشون تدبیرکار دادیم فیزیک بیم دکتر امیم دکتر همشون علم به خودشون دادگی ایمان تربیتم با جدایم کلان خصشون قش کردگی. من از براش مانم بابام با مناسب فرزند مناسب نیوره شدم و حرکت کردم. معلومات آن که 4 می سال 2018 فرمان مخصوصی پرزیدنت جمهوری ازبکستان عاید به پرزور نمودن نقش جمعیت شهروندی در جریان اصلاحات‌های دموکراتی درج گردیده بود. همین طور در اساس فرمان مذکور در ولایت‌های ریسپوبلیکا خانه‌های تشکیلات‌های غیر دولتی ناتجاری و خانه‌های دوستی تشکیل کرده شد. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. من شمایان امروز مایان را با خرسندی با یک چهره کشاد پذیرایی نمودید. از این ما نهایت خرسند هستیم. دوستی البته از همان مادر که در سری گهواره نشسته الله میگوید الله خواه ازبک خواه مادری ازبک خواه مادری تاجیک خواه دیگر ملت ها الله هم به گوش کودک یک خیل صدا میدهد. برای همین دوستی برادری ما همیشه جاویدان بود، زنده بود. از اینجا چون در ولایت‌های دیگری ریسپوبلیکا سال 2021 در عرفه عید نوروز در ولایت سمرقند هم خانه تشکیلات‌های غیر دولتی ناتجاری و خانه دوستی به استفاده سپارده شد. حالا در منزل 4 آشیانه نام برده 36 تا تشکیلات‌های غیر دولتی ناتجاری، 11 تا مرکزهای ملی مدنی جای گرفته، موزه و تالار کنفرانسی هم موجود است. دوستی را من مظفر می کنم، همسر و همدیل کشور می کنم. تا در عالم حق نوبت از من است، دوستان من با دوستی سر می کنم. باز انا همین وصل دوستی همبستگی ما هست که امروز ما را به سوی سمرقند سیقل روی زمین رساند و ما از استقبال دوستان و تماشا کردن خانه دوستی که نمایندگان چندین ملت‌های مسکون ازبکستان را در یک منزل آباد با هم همبستگی کردند، با هم باز هم نزدیکتر کردند. تبریک و تهنیت میگوییم. چه خیلی به همه ما معلوم است
өзбекистон мамлакати сермиллат мебошад. дар инҷо зиёда аз 137 миллат ва қавмиятҳо 21 оилаи бузург бурду бош доранд. аллакай мо ба якдигар қудо ва анда шудаем, дӯсту бародар шудаем, бо бе ҳамдигар зиндагӣ карда наметавонем. ана ҳамин дӯстӣ ва қудрати дӯстӣ ки аз тарафи сиёсати давлат ин дастгирӣ карда мешавад, боз ҳам моро ба рӯи беҳбудиҳо мерасонад ва вақте ки аз тарафи ҳукумат ба миллатҳои мамлакат чун шаҳрвандони Ӯзбекистон ҳама баробар ҳуқуқанд эътибор дода мешавад ва аҳамияти бузург дода мешавад, боз ҳам мо рӯҳбаланд мегардем. боз ҳам ҳамин дӯстиро васли дӯстиро дар тараннум мекунем ва ба дидори дӯстон шитоб мекунем. дидори дӯстон, дидори ба ҳамбастагӣ ва Самарқанд ҳам имрӯз Тошканду Тошканд ҳам Самарқанд шуданиҳош барои ҳамаи шумо дӯстон муборак бошад. дар боздиди матбуоти пресс-туре ки бо иштироки вакилони воситаҳои ахбори оммавии республика, мухбирони маҳаллӣ, блогерон аз ҷониби Қумитаи муносибатҳои байнимиллӣ ва робитаҳои дӯстӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ ташкил карда шуд, журналистони маҳаллӣ ва республика аз шароитҳои хонаи дӯстии Самарқанд шинос шуданд. har qanday jamiyatni o'zini tartib qoidalari, har bir millatning o'zini albatta an'analari bo'ladi. Lekin globallashuv jarayonida shu narsani sezyapmizki, har qanday holatda ham hamjihatlikkina, hamkorlikkina dunyoni demak yaxshilik sari boshlaydi. Dunyoni go'zallik qutqaradi degan bir yaxshi maqol bor. Butun jahon ahli buni yaxshi biladi. Mana shu go'zallik degan narsa bu insonning insonga mehri, muhabbatidir. Albatta buni yoniga qo'shiladigan bugungi kunda eng katta muammo turibdi. U ham bo'lsa, har qanday holatda ham bu insonning erki. Insonning erki bugun mehr bilan birgalikda, demak, insonning bir-biriga mehri, insonning bir-birini hurmatlashi, izzatlashi, uni qadr-qimmatlashi mana shu jamiyatning qudratini, davlatning qudratini ta'minlaydigan kuch bo'lib turibdi. Mana shu jihatdan oladigan bo'lsak, O'zbekistonda demak o'sha inson qadri yili deb e'lon qilinishi, mahallaning hamjihatligi deb e'lon qilinishi, nodavlat tashkilotlariga katta kuchlarni berilishi, so'z erkinligi, insonning erkinligiga yaratilayotgan sharoitlar, bular hammasi ana shu talablardan kelib chiqyapti. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari qayerga borishidan qat'iy nazar har bir millat vakilini o'zaro hamkorlikka chorlayapti. Respublikamizda, O'zbekistonimizda aynan mana shu millatlarning o'zaro hamkorligi tufayli jamiyatimiz qanchalik kuch olganligini, qudrati bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Bugun dunyoning o'nlab davlatlarning qo'shma korxonalari yoki aytaylik ishlab turganligi yoki aytaylik o'nlab millatlarning vakillari bugun O'zbekistonda rahbarlik lavozimlarida va faol bo'lib ishlayotganligi mana shu hamjihatlik siyosatining natijasidir. Men o'ylaymanki, bugun ana shu milliy madaniy markazlarning Samarqandga tashrifi bu shunchalik sayohat emas. Bu yerda mana shular olib borayotgan juda katta siyosatning samarasini ham biz ko'ramiz. Bugungi kunda 20 dan ziyod nodavlat nojo'rat tashkilotlari turli grantlarni yutgan holda jamiyatga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Men o'ylaymanki, bugungi uchrashuvimiz, diydorimiz, davramiz, suhbatimiz bu nafaqat tajriba almash bo'ladi, balki ana shu tajribalarni bevosita bir-birimizdan qo'llash uchun ham katta imkoniyat yaratadi. در رفت بازدید مطبوعاتی در تالار مجلسی تقدیمات کتاب تازه نشری در اساس گرانت مرکز ملی فرهنگ تاجیکان ولایت سمرقند چاپ گردیده نوروز اجهمم گذرانده شد. ما 9 ماه پیش از این بر اساس اعلان عالی مجلسی که نزد حکومت ازبکستان گرانت خود را اعلان کرده بود، ما لایحه خود را تقدیم کردیم و لایحه ما از طرف کمیسیه حکومتی دستگیری کرده شدند و ما را نیز غالب دانستند. با مبلغ 40 میلیون سوم جدا کرده شد و ما در اساس این 40 میلیون خواستیم که یعنی از همه تاریخی bayram tarix tarini ماه این نوروز است و تمام ایجادکارانی که در جمهوری ازبکستان زندگی میکنند هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی ایجاد میکنند و آن ایجادکارا در وصف نوروز شعر یا ایجاد نگفته نیستند و ما خواستیم انا همین ایجادکاران را در یک مجموعه کتاب شکل آوریم و امروز در عرفه دیده ایستادید که روز شهر سمرقند ما این کتاب را از نشر برآوردیم و امروز در خانه دوستی با ژورنالیستان رسپوبلیکا این تقدیمات کتاب را ما کرده میگذارونیم
دیده میستید که این کتاب از نشر برآمد. کتاب نوروز عجم دارد. این کتاب نوروز عجم در عددی 1000 نسخه چاپ شد و در لایحه‌ای که ما نشان داده شدیم به مکتب‌های ولایت سمرقند و کتابخانه‌های ولایت سمرقند بپول تقسیم کرده می شود این کتاب. و ما نقشه‌ای که در بالا گفته گذاشتیم سال 2023 باز یک نقشه کلان داریم. این نقشه خدا خواهد نصیب باشد ماه مارس باز یک کتاب دوستی خود را از نشر برآوردن هستیم. بعد تماشای میدان ریگستان، مدرسه شیردار، تلکاری و مرزا اولغبک سفر خود را ما به موضع نوبنیاد شهری جاوید ادامه دادیم. این شهر که نوبنیاد با اصول معماری قدیمی تحریزی شده است. هنگام گشت و گذار کس خود را در کوچه های تنگ و تار، بازار سیر آدم که از رستنی های میوه و سبزوات، محصولات نان هنرمندی، گزوار فروشی، چایخانه و آشخانه، کتهای با کرپه و بالشت های ملی گسترده شده عبارت بود احساس می نماییم. وکیلان واسطه های اخباری عاموی در رفت پرستور با وکیلان ملت های گوناگون مسکونی سمرقند و راهبران تشکیلات های غیر دولتی ناتجاری آید به مسائل مهم روز در ملاقات شده به سوال های خیش جواب گرفتند. چشمانی آبی منم بیدار و اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سرد به صدایی سپردم امتحان دل جدایی در این شب‌های سرد به صدایی بله در پای شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از درایی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران تپش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم تپش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که